ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори сеюмро аз рӯи романи нависанда Муҳаммад Замони Солеҳ «Девори Хӯросон» дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. محمد زمان صالح دیوار خراسان. بیرون کرمینه. روزی نهم رمضان در محلی پایان یافتن است. سربازان هر کدامی با کار مشغول است. امیر اسماعیل در روی خرسنگ ساحلی رود نشسته است و نگاهش به جریان آب راه بسته است. او اندیشناک است. در همین وقت فضل بین احمدی مروزی و زکریا از بخارا برمی گردند. اسماعیل به نزد ایشان می رود. آنها به داخل خیمه امیر اسماعیل می درآیند. امیر اسماعیل: خوش، چی خبر؟ ابوالحفص صغیر چی پیشنهاد می کند؟ فضل: عذر می خواهد که نمی تواند به خدمت شما بیاید. امیر اسماعیل: نمی تواند و یا نمی خواهد؟ فضل: وضعیت در بخارا چنان است که گمان می کنم نمی تواند. امیر اسماعیل: وضعیت در بخارا چی طور است؟ فضل: خیلی متشنج. خبری به بخارا آمدن امیرم اهل بخارا را به فرقه ها جدا کرده است. امیر اسماعیل: آنها چی میخواهند؟ فضل: آنچنان که فقیه بزرگ بخارا شهر داد، آنها دخالت بیگانگان را به امور دولتی خود نمیخواهند. امیر و سپاهیانش از آمدن امیرم بدگمان شدند. امیر اسماعیل: پس فقیه بزرگ و طرفدارانش چی میخواهند؟ فصل: آنها به فضیلت و حسن تدبیر جناب عالی امیدوارند که مسئله با راه گفت و شنید حل شود. امیر اسماعیل: دیگر چاره هم نداریم. خدا نکند که آنها از تعداد لشکری ما آگاه شوند. در عکس حال تمام نیت‌های ما بی نتیجه می شود. آنگاه بجز شرمندوار جانب سمرقند گریختن دیگر چاره‌ای ندارم. فصل: همه در بخارا از مهارت لشکرکشی شما و تدبیر صحنه‌سازی و غلبه‌های شما سخن می‌گویند. الکی این افصاف آنها را در صحنه‌سازی در برابر شما دلسرد و ناامید گردانده است. امیر اسماعیل چند لحظه خاموش میماند و به سرعت از خیمه بیرون میرود. فضل و زکریا از پسش به بیرون میدوند. امیر اسماعیل سوار اسب سفید به سوی خورشید غروب میتازد و از نظرها غایب میشود. در آن جایی که امیر اسماعیل ناپدید می شود، عرابه های علف پیدا می گردند. دیگر خیرگاه به جنبش افتاده است. مطبخی ها به پخت و پز مشغولند. چند سرباز به خالی کردن علف عرابه ها گماشته می شوند. در عین این دال و ضرب امیر اسماعیل می آید. پیاده، از پیشتر خسته‌تر، اندوهگین و اندیشمند. اسبش را در طویله می بندد و یک پا به سوی خیمه‌اش می رود. فضل بین احمدی مروزی با تشویش از پیشش می براید. امیر اسماعیل: بسا روزی دراز و دلگیر شد. خستم چنان خستگیه که... فضل: شاهم دمی استراحت کنند. امیر اسماعیل: یا ابوالفضل، کو فرصته؟ اگر چنین فرصتی هم باشد ما آن را نداریم. چاره‌ای باید جست، چاره‌ای که هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد. از سوی کرمینه
صدای اذان نماز شام بلند می شود. آفتاب در پس صحراهای بخارا فرو رفته بود و افق به رنگ لاله‌ای تر و تازه می نمود. امیر اسماعیل به خیمه خود می درآید. فضل از پی کار خود می رود. سربازان برای ادای نماز صف می کشند. همه انتظار امیر اسماعیلند تا به مثل همیشه امامتی کند، ولی او از خیمه‌اش بیرون نمی آید. فضل پس از درنگ به پیش نماز می گذرد. بعد نماز هنگامی که فضل به خیمه امیر اسماعیل می درآید، او هنوز سری جای نماز است. با در آمدن فضل او سلام داده از جای می خیزد. امیر اسماعیل: ابو زکریا یحیی کجاست؟ فضل: ایشان حالا می آیند. غلامان ترک خوراک شام را می آرند. دیری نگذشته ابو زکریا یحیی نیز می آید. یحیی در حقیقت روز خیلی دراز و دلگیر بود. امیر اسماعیل: اکنون کوتاه می شود، بفرمایید مهربان باشید. پس از چند لقمه خوردن: فردا صبح بر وقت شما همچون رسول ما به نزد حسین بین محمدی خوارجی می روید. و او با ملایمت می فهمانید که قصد ما جنگ و خرابی نیست. ما می خواهیم بخارا و مردم آن آرام و آسوده به سر برند و کشور خیش را آباد و غنی گردانند. این قضیه را هم فراموش نکنید. به تأکید ابراز نمایید که حسن توجهی خلفای بغداد با ماست و محض ما ضامن امن و امانتی برآورد هستیم. هر که زمینه دولت امیر نصر بین احمد بین اسدی سامانی است، او از تجاوز و غارت و کشتار و سختار امین است. با او می فهمانید که باید امارت ما را بپذیرد و ما او را فراموش نخواهیم کرد. اگر برای سرپیچی از این امر بهانه‌ای پیش آرد، شما پیش از همه حوادث ماه ربیع الاخیر را یعنی تاخت و تاز حسین بین طاهری طایی را به یادش آورید. با این اگر خانه نشد، از حرب‌های یعقوب لیث صفاری و جنگ‌های او در کرمان و فارس و قسمت از خراسان برایش حکایت نمایید و در آخر تأکید کنید که ما یعنی سامانیان دیگر نمیگذاریم هیچ کسی به ملک ورارود هجوم آورد و این ولایت را خراب گرداند. سامانیان دارای این قدرت هستند و هر لحظه آمادند. ولی باز تأکید میکنم ما قصد جنگ نداریم. خرابی بخارا را نمیخواهیم. اگر لازم باشد به کسی دیگر اجازه آن را نمیدهیم که یا ابوالفضل باز سخن از خود شما نمیماند. من به دانش و صلاحیت شما امیدوارم. دیگر هرچی پیش آید خدا داناست. شما ابو زکریا برادر عزیزم 100 نفر سرباز را سراپا مسلح می کنید و در رکاب رسول ما می روید. این 100 نفر باید شکوهی لشکری سامانیان را نشان دهد. هیچ ابتکار از خود نشان نمی دهید. شما در تمام کارها از ابوالفضل بین احمدی مروزی دستور می گیرید. این مأموریت گستاخی و خودسری را نمی پرورد. شما چنان رفتار می کنید که در عقیبگاهتان نه 400 نفر بلکه 40,000 لشکر ایستاده است. یحیی مردم بخارا سلحشورند. اگر طرفداران حسین بین محمد خوارجی در شهر به ترتیبی به راه اندازند یا بشورند چی باید کنیم؟ امیر اسماعیل از خداوند امیدواریم که این کار نمی شود و خدا نکناد اگر رخ داد هیچ ابتکار از خود نشان نمی دهید تا دستور یابید. شما می توانید
از رسول ما و یا خودی ابوالحفص صغیر دستور بگیرید. طرفداران ما در بخارا به مراتب زیادند. دیگر اینکه از نام ابوالحفص صغیر یاد نمی کنید. ما را وضعیت جاری به بخارا آورده است. در عکس حال بر ضد هواخواهان ما آشوبها برا خواهند انداخت و یا ایشان اغوا خواهند کرد. در این مسئله امیدوارم احتیاط میکنید. برای هیچ گونه اغوا بهانه‌ای نمیدهید. خود به خود در مسیر تاریخ خون این مردم بنا حق بسا ریخته است. گویا ما، فقط ما قربانی تاریخ بوده ایم. دیگر بس است. من آمدم که آن را قطع کنم. دیگر من امین شما هستم. ما باید قصاص خود را از دیگران بگیریم. حالت امیر اسماعیل بالکل تغییر می یابد. تب می کند. رنگ رویش می پرد. گویا هذیان می گوید. یحیی: امیرم، خسته شدند. لحظه راحت کنید تا خستگیتان رفت شود. نگاهی چشمانی از بیماری برجسته امیر اسماعیل به کنج ره می بندد. گویا او فراسوی این خیمه را، بلکه فراسوی تاریخ را به مشاهده گرفته است. هیچ حرفی، هیچ نصیحتی را نمی شنود. در گوشش جوزهای و هوی جنگها و سوختارها چیزی دیگری صدا نمی دهد. او تشنه و خسته از میان مرده ها می گذرد. مرده ها از قبرها خسته دامان او را می کشند. ولی او با همان سرعت با شمشیری آخته پیش می رود و هر لحظه به تکرار می گوید: من آمدم که شما را نجات دهم. من آمدم که دردهای شما را تسکین دهم. من آمدم که نیازهای شما را برآورده سازم. آن بهرام ورجاوند منم. و از درون قبرها، از دوریهای دور، از پهناها، از آسمانها آوازی همخوانی می آید. گویا این سرود همچون شادباشی او صدا می دهد: کی بود که آید پیک از هندوگان، که مدان شه بهرام از دوده کیان. که پیه است هزار ابرسران است پیلبان، که آراستک درفش دارید ریدیون که خسروان. کی بود که آید از هندوستان، که آمد آن شه بهرام از دوده کیان. که پیل است هزار بر سر است پیلبان، که آراسته درفش دارد به آیین خسروان. و از هر جانب آن مرد سوار جنگی را با شمشیری برهنه درخشان، در نور خورشید سوار پیل، دونده به میدان، تعقیب کننده چشمانی خونگون را می بیند. در همه آنها او خودش را می شناسد و با شعف و شادی فریاد می زند: من آمدم، من می آیم. غلامان با ترس و هراس دسترخوان را می چینند و رخت خواب امیر اسماعیل را آماده می سازند. او هنوز بیهوش و یاد است. فضل بین احمد و ابوزکریا یحیی او را با احتیاط برداشته بر روی رخت خوابش می گذارند. او بیدار نمی شود. ابوزکریا با اشاره من میمانم با فضل خوشباشی می کند. فضل از خیمه برآمده می رود. شب
آسمان پر از ستاره است. ماه نو از خلال ستارگان می گذرد. سربازان جا جا گلخن افروخته، گردی آن نشسته در خصوص کیمچی های با هم صحبت دارند. فقط خیمه امیر اسماعیل روشن است. پاسبانان در گرد و اطراف خرگاه بیدارند. امیر اسماعیل دیگر آرام گرفته است و آرام آرام نفس می کشد. او مست خواب است. ابو زکریا یحیی بالای سرش پینک می رود، ولی جرأتی به خیمه خود رفتن نمی کند. او اولین بار است که برادرش را در چنین حال می بیند و به اختیار اشک از چشمانش جاری می شود. او امیر اسماعیل را دوست می دارد. وقت عصر بود که رسولان امیر اسماعیل از بخارا برگشتند. امیر اسماعیل هنوز از سر نماز عصر برنخسته بود. با آمدن رسول تازان به بیرون می براید و چند گامی به استقبال ایشان می رود. امیر اسماعیل: زود گام زنید، چه خبر؟ فضل و زکریا از دور از اسبها پیاده می شوند. فضل: خیر است. امیر اسماعیل خوشحالانه: من اینجا از دلتنگی قریب غوسه مرگ می شدم. فضل: کارها آنچنان که امیرم می خواستند باید نتیجه دهند. برای مشورت مهلت گرفتند. امروز تدبیر می کنند، فردا به ما جواب می دهند که به چی نتیجه رسیدند. امیر اسماعیل: پس هنوز معلوم نیست که چی می خواهند. فضل: از رفت صحبت و ماهیت سؤالاتشان چنین برمی آمد که بجز تسلیم قدرت به جناب عالی دیگر علاج ندارند، ولی با کدام راه هنوز نه به خودشان و نه به ما معلوم نیست. امیر اسماعیل: البته آنها از این هراس دارند که بعدی تفویض قدرت چی بلایی به سرشان خواهد آمد. آنها البته از ما ضمانت جان و مالشان را درخواست خواهند نمود. اگر کار چنین صورت گیرد، به آنها بفهمانید که در صورت به آنها ضمانت جان و مال می دهیم که به ما بیعت کنند. حسین بین محمد را خلیفه خود می گردانیم و خلعتها می پوشانیم. در عکس حال هرچی زودتر با ابو عبدالله بین ابوالحفص بخارایی مشورت می کنید و یا به همان زودی به حضور من حاضر می شوید. آنگاه یک جای تدبیر می کنیم. اگر شرایط موافق افتد کودتا می کنید. سران دولت و لشکری امیر را به حبس می گیرید. این کار باید بناخواستی سریعا صورت بندد. در حال تأخیر شکست ناگزیر است. ابو عبدالله بینی ابوالحفص به چی کار مشغول است؟ پس او هم در گفت و شنید شرکت دارد، ولی فقط از جانب اهل بخارا. امیر اسماعیل: اندیشش در خصوص گفت و شنید چیست؟ فصل: الحال او از رفت مذاکرات راضی و قناعتمند است. هرچند به سخن ابراز عقیده نکرده است، از حالت روحیش هویداست. امیر اسماعیل: مناسبت اهل بخارا چگونه است؟ فصل: امروز معلوم نبود. شهر در حال مقرری خود قرار داشت. بیرون کرمینه. روز دیگر لبی رود. فضل بین احمد و ابو زکریا به خیرگاه برمیگردند، ولی امیر اسماعیل را در آنجا نمی‌یابند. یحیی حاجیب را فرا می‌خواند. یحیی: امیر کجاستند؟ حاجیب: یک زمانی جانب رود می‌رفتند، از آنگاه دیگر ایشان را ندیدم. ابو زکریا و فضل به ساحل رود می‌روند.
امیر اسماعیل بالای مرغزار دراز کشیده است و به افقهای دور می نگرد. به آمدن رسول و برادرش می خیزد. فصل: شکر خدا، همه کارها طبع دلی امیرم شد. یحیی: اول سربازان امیر شوریدند و خواستند در شهر اغوا برانگیزند، ولی زود آرام کرده شدند. فصل: امروز نام یعقوب لیث از خطبه نماز پرتافته خواهد شد. دیگر به نام امیر نصر صدا خواهد داد. حسین بین محمدی خوارجی برای خلیفه امیرم شدن رازیگی داد. فردا اهل بخارا به امیرم بیعت خواهند کرد. امیر اسماعیل: خلعتی مرا به او بپوشانید و علمی مرا همراه با او در شهر بگردانید. فصل: فردا بعد این مراسم رئیس بخارا یعنی ابوالحفص صغیر با بزرگان بخارا به زیارت جناب عالی می آیند. امیر اسماعیل: ای دریغ! ابوالفضل نامی کلان و شهر ویران، ما حشمی نداریم که لایق نام و مرتبه امان باشد. ای دریغ! فصل: امیرم خود جای همه حشمی دربار را می گیرند. دل تنگ مدارید، شادی باید کرد. یحیی: افسوس، ماه رمضان است. و امیر اسماعیل: به سمرقند پیک فرستید، دل امیر سراسری ورارود را شاد گردانید. ساحل رود کرمینه. امیر اسماعیل، فضل و یحیی به سوی قرارگاه خیش برمیگردند. حاجب دوان دوان به استقبالشان می آید. با هیجان و نفس زنان فکرش را با مشکلی افاده می نماید. حاجب: حالا قاصدی از جانب ابوالحفص صغیر آمده است. می گوید که فقیه بزرگ با تمام بزرگان بخارا می رسند. امیر اسماعیل با عصبانیت: چی شرمندگی! امیر اسماعیل با تمام بزرگان دولت سامانیان به بخارا وارد می شود. ای خاک بر سرم، حتی ما در برابر حشم یک فقیه بخاری ناچیز و حقیر می نماییم، چی رسد به شهر بخارا؟ یحیی: امیرم، دیگر دلتنگی سودی ندارد. امیر اسماعیل کمی آرام شده: آره دیگر نمی شود این سیری رسوایی را بگرفت و گریخت. فصل: فرصت می رود، باید تدارک سفر را دید. امیر اسماعیل: آره، 3 نفر حشمی بزرگ است و آمادگی گرفتنش هم به همان اندازه بزرگیش مرکب است. فصل: پس باید چاره‌ای جست. یحیی: آیا می توانیم چند نفری را از افسران گروه در لباس بزرگان سمرقند و اسروشنه، فرغانه و چاچ بیاراییم؟ امیر اسماعیل: فقط همین رسوایی نمی رسید. فضل: اگر خدا خواهد مشکلی نیست که آسان نشود. تا به حال کارها با امر خدا خیلی خوب انجام گرفت. امید است که بعدش هم خداوند شرمنده نمی سازد. امیر اسماعیل: یا ابوالفضل، آنچنان حرف میزنی که گویا از نیت خداوند آگاه باشی. فضل: بنده چه قدرتی دارد که به تصرفات خداوند دست یابد؟ بنده فقط به امید است که خداوند شرمنده و رسواش نگرداند. یحیی: از این حالتها به امیرم بسیار رخ داده بود، ولی ایشان را هیچگاه چنین دلتنگ ندیده بودم. امیر اسماعیل: درست است، آن وقت امیر شما فقط یک شاهزاده بود و بس. دیگر این که اینجا بخاراست، نه چاچ و اسفجاب. اهل این شهر همه بزرگانی ورارودند. این شهر مسئولیت دیگر دارد بابا، اینجا بخاراست.
یحیی با شوخی: ما هم شاهزادگان این دیار. هر سه‌شان برابر می‌خندند. سربازان کیها چادرها را کنده و چیز و چاره سفرشان را برای حرکت آماده ساختند. از دور بزرگان بخارا نمایان می شوند. امیر اسماعیل بی‌طاقت می شود و با اضطراب و هیجان، خشم و خجالت پس و پیش قدم می زند. به کسی و چیزی اعتبار نمی دهد. دیگر او در خود فرو رفته است و با خود می اندیشد: مگر نصر بر قصد این کارا کرد تا مرا بشکند؟ آب روی مرا بریزد، من را از خویش دور کردن خواست. خدایا، من چرا بدگمان شدم؟ خدایا، خداوندا، شرمنده دو جهان نگردانی. رکاب ابوالحفص 10 15 20 نفر مردان سین و سال گوناگون بالای اسب‌های سیر و مست با لباس‌های آراسته و آزاده از کرمینه بیرون می‌شوند. پیشاپیش آنها مرد در لباس سفید، روی و موی سفید که باید به یقین خود ابوالحفص باشد می آید. او کمی تک اسبش را سست کرده فرصت می دهد که همراهانش با او برابر شوند. ابوالحفص: این خاندان از بزرگان خیلی قدیمی ورارود، حتی اگر خراسان گویم خطا نیست، به شمار می روند. آنها مردمی با تواضع، دیندار، دانشمند هستند. خواهش می کنم در حضور ایشان آداب بزرگان را رعایت نمایید. دیگر از شرافت ایشان آن است که با بسری کار آمدنی این خاندان ورارود از تاخت و تاز کفار ترک، کشتار و سختار، دزدی و غارت آنها مسون ماند. این خاندان در اندک زمان در زمینه‌های تحت تسلطشان به پیشروی‌های چشمگیر نائل گردیدند. سلحشورند. دهقان 1: بنابر شنیدی من امیر اسماعیل هنوز جوان است. ابوالحفص: بله، خیلی جوان، ولی با تدبیر و دانش، خدا ترس و با آداب. دهقان 2: وصف ایشان را در جنگ ها با کفار ترک بسیار کردند که دلیر و ناترس، صحنه ساز و جبهه شکن است. ابوالحفص: اگر وصف ایشان را کنیم روز به پایان می رسد و به آغاز نمی رسیم. صفت او بی‌محابات است. آنها با نزدیک شدن به قرارگاه امیر اسماعیل از اسبها پیاده می شوند. امیر اسماعیل با فضل و یحیی و چند نفر افسر به پیشواز آنها می روند. ابوالحفص: بخارا پیشکش. امیر اسماعیل ابوالحفص را آغوش می گیرد و با بقیه اهل رکاب او دست فشاری می کند. ابوالحفص: امیدوارم که این چند روز هیچ چیز باعث ناراحتی امیرم نشده است. به فضل و مرحمت خدا کارها همش خوب انجام یافت. اسماعیل: لطف و مرحمت استاد بزرگ است. ابوالحفص: غلو می کنند امیرم. اسماعیل: جای غلوی ندارد. موفقیت ما نتیجه فضل و کمال استاد بود. ابوالحفص: بزرگی و تدبیر امیرم به یک شهر رقابت می کند. من خیلی سرفرازم که امیری ورارود شما را به نمایندگی خویش فرستادند. در حقیقت این باعث افتخار ماست. هرچند ما در بخارا هستیم، ولی از دلیری و کشورکشایی امیرم
و غزوات ایشان آگاهیم. بار دیگر میگویم بخارا پیشکش. انشاءالله بخارا در شخصیت شما به مستحکمترین قلعه تبدیل می‌یابد. امیر اسماعیل، در سایه فضل و برکت شما. ابوالحفص، اگر امیرم آماده باشند به راه می افتیم. بخارا انتظار امیر خویش است. شما گفتاری سیوم را از روی رمانی نویسنده محمد زمانی صالح دیواری خراسان در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجایف. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید دوستان عزیز.